مشروبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه سینای شهر دوشنبه با عریضه زن 44 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که ماه ایون سال 2021 دو نفر زن 48 و 55 ساله ساکنان شهر دوشنبه با راه فریب و باوریش در آمده از او 600 گرم جواهرات گوناگون طلایی را که ارزششان 330,000 سامانی را تشکیل میدهد گرفته و وعده دادند که مبلغش را در مدت کوتاه برمیگردانند، ولی تا حال مبلغش را برنگردانیدند. همین طریق مشروبه وزارت کارهای داخلی در نویه سینا با عریضه مرد 32 ساله ساکن نویه جیهون مراجعت نموده است که 12 می سال 2021 مرد 47 ساله ساکن پایتخت که پیش با ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است با روی فریب و باوریش در آمده از او автомашин تمغه تویوتا کمری را به مبلغ 200,000 سامانی و باز مبلغ 50,000 سامانی گرفته و وعده داده است که در خانه بلند آشیانه نوبنیاد در 12 آشیانه 78 از 7 متر کвадрати خانه استقامتی گرفته میگید، اما تا حال او را فریب داده مبلغ گرفتهش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که 8 ینور سال 2022 تخمینا ساعت 20:05 دقیقه یک راننده هنگام حرکت در جماعت دهات موغیان در کنار شهر پنجکین از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگر عبداللایف علیشیر قربانویچ سال تولدش 1966 ساکن شهر مذکور را پخش نموده از جای حادثه غیب زده است. در نتیجه عبداللایف جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخلی گفت هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا راننده автомашин تمغه موسی خلیلوف دلشاد جاویدانویچ سال تولدش 2000 ساکن امین شهر وابسته به حادثه مذکور دستگیر گردیده از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد.